بریم یه شیرینی ناپلونی درست کنیم. فقط با 3 قلم مواد میتونی شیرینی ناپلونی خوشمزه رو درست کنی. خمیر رو باز میکنیم و اون رو به قطعات مساوی برش میزنیم. داخل فر 400 درجه فارنهایت به مدت 10 الی 12 دقیقه میپزیم. خامه قنادی رو با وانیل و پودر قند با همزن برقی میزنیم تا سفت بشه و حسابی فرم بگیره. شیرینی‌ها که خنک شدن با چاقوی اره‌ای اون رو از وسط برش میزنیم و داخلش رو با خامه پر میکنیم. روش هم یه لایه نازک خامه میمالیم. توی این مرحله روی شیرینی‌ها از خورده‌های خود نون شیرینی میریزیم و بعد پودر قند میپاشیم و در مرحله آخر هم به دلخواه اون رو تزیین میکنیم. آماده شد. اینم میبرم برای دوستم.